امروز سه‌شنبه 27 تیر ماه 1396 هجری خورشیدی مصادف با 18 ژولای 2017 میلادی برابر با 23 شوال 1438 هجری قمری است. اینجا استدیوی رادیو پیک است و من همه اینا رو گفتم چون دنبال یه سلام متفاوت بودم. باور کنید که یکی از مهمترین بحران‌های رادیو پیک پیدا کردن همین سلام متفاوته و من به این نتیجه رسیدم که تفاوتش فقط تو روز و تاریخشه، وگرنه سلام که همون سلام و منم که همون مخلص همیشگی شما. من همونم که دیوونه میشه برات، اون که داره نفس میکشه تو هوات، اون که دلش باته عاشق دنیاته، باد نشسته تو دنیا تا دنیاست باهات. این که مقام عظمای ولایت سر نامبارک رو تو هر سوراخی میکنه و راجع به هر موضوعی از نانو گرفته تا شعر و ادبیات و مسائل نظامی و فرهنگی و موسیقی و خلاصه همه چی اظهار فضل میکنه، برای ما چیز جدیدی نبود. اما چشمه سینمایی از معظم الله ندیده بودیم که تو این هفته دیدیم. یعنی حضرت آقا به تنهایی به جای کایدو سینما و هالیوود ریپورتر وارد صحنه شد و در یک فقره قمپوز سینمایی گفت که ماجرای نیمرو خیلی فیلم خوبی بود و حرف نداشت و بازی و صحنه و میزانسن و خلاصه همه چی. بعدم سفارش داده گفته فیلم زندگی لاجوردی رو هم درست کنید. یعنی باید همه سازندگان ژانر وحشت دکونشون رو تخته کنن، ومپایر و دراکولا و اینا بزنن کنار که اسدالله لاجوردی داره میاد تو سینما. تو این فیلم لاجوردی رو یه جوری نشون دادن که آدم دوست داره برگرده دهه 60 اعدام شه اصلا، میدونی؟ البته در باب آبکی بودن این ماجرای نیمرو، جان نیمروز؟ نه عزیز من، نیمرو درسته. یه فیلم تخم مرغیه که به اندازه درست کردن یه نیمرو هم سرش وقت و انرژی نذاشتن. شما فیلمو ببینی 4 تا بازجو هن که قلباشون اندازه یه گنجیشک، بعد کل بحران نظامو تو دهه 60 مدیریت میکنن. ورود مقام عظما هم با پای چپ در عرصه نقد این فیلم تأییدی بود بر تخم مرغی بودن این فیلم. دلا خون شو خون ببار بر کودشتامون ببار، دلا خون شو خون ببار بر کودشتامون ببار، به سرخی لبای سرخ یار بیاد عاشقای این دیار، به داغ عاشقای و اما خبر بدی همین هفته داشتیم. خبر درگذشت بانوی دانشمند مریم میرزاخانی که جا داره به نوبه خودمون این ضایعه تأسف‌بار رو به همه هموطنامون و مخصوصاً خانواده این نخبه ریاضیات تسلیت عرض کنیم. با پررنگ‌تر شدن خبر درگذشت دانشمند ارزشمندی چون مریم، ناخودآگاه یاد ضد ارزش‌هایی مثل بسیجی محسن دهنوی میافتیم. یکی با تلاش شبانه روزی و ممارست به بزرگترین جایگاه‌های علمی جهان دست پیدا میکنه و مفتخر به دریافت جوایز معتبر بین‌المللی میشه و تمام کشورهای دنیا آرزوی داشتن چنین نخبه‌ای رو دارن. یکی هم مثل همین دهنوی با دکترای قلابی و پایان نامه کپی و القاب جعلی ویزای آمریکا میگیره و از توی فرودگاه دیپورتش میکنن و بعداً معلوم میشه که از اوباش بسیجی تو دانشگاه بوده و عکسش توی فجازی منتشر میشه. یکی مثل میرزاخانی براش مهمه که توی سر آدم ها چی باشه، یکی مثل دهنوی براش مهمه که روی سر خانم ها چی باشه. یکی مثل میرزاخانی که علیرغم سرطان برای پیشرفت جامعه تلاش بیوقفه میکنه، یکی هم مثل دهنوی مثل قده جامعه رو مبتلا به سرطان میکنه و جلوی پیشرفت بقیه رو میگیره. یکی مثل میرزاخانی که بهترین کرسی‌های دانشگاهی رو فتح میکنه، یکی هم مثل دهنوی که دیوار سفارتخونه ها رو فتح میکنه. خلاصه این که بین نخبه بودن یا پخمه بودن انتخاب با خود ماست که پخمه باشیم و ریش و پشم و حجاب اجباری و سفارتخونه، یا اینکه نخبه باشیم و درس و تلاش و مبارزه و پیشرفت. یکی یه الگو، یکی هم یک عبرت. جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن، بشیم روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یاد اون روزا، آی نازنین مریم.
و اما بشنوین یک اعتراف جدید رو از وزیر اطلاعات رژیم آخوندی در زمان بابا اکبر یعنی فلاحیان که در مقابل دوربین و یک مجری چطور شرف و بیشرف میکنه. پوشش بیشتر شغلای شما خبرنگاری، خب خبرنگارا خیلیشون عوامل مثلا ما نیستیم، درآمدی که نداره. خبرنگاری باید با یه سرویسی حالا شوخی میکنم هوا با شرافت قلم بالاتر از این حرفاست. من قبول دارم ولی بالاخره این پوشش لازم داره. اطلاعات هم شرافت داره، بی شرافتی نیست. برای کشورش کسی بخواد کار بکنه. بله شغل شریف و مقدس جاسوسی. آقا ببخشید شما شغلتون چیه؟ میوه فروشم. نه شغل اصلیتون چیه؟ آها شغل اصلی آدم فروشم. آدم ها رو مثل خیار و گوجه میفروشم. به چه شغل شریفی. سلام آقا شما شغلتون چیه؟ مهندس هوانوردی هستم. نه شغل اصلیتون. شغل اصلی آدم میپرونم. آدمایی که میارن بازداشتگاه رو از بالا پشت بون پرت میکنم پایین. به چه شغل شریفی. آقا شما چی؟ شما شغلتون چیه؟ من جهانگرد هستم. ببخشید شغل اصلیتون رو میخواستم بدونم. شغل اصلی به کشورهای اروپایی سفر میکنم، مخالفای نظام رو سربنیست میکنم. به چه شغل شریفی. جناب عذر میخوام شما شغلتون چیه؟ من جادوگرم. شغل اصلیتون؟ شغل اصلی من دکل نفتی و هواپیما و برج قید میکنم. به چه شغل شریفی. این شهر پر از رند است، بیرون من رو از خانه، من دور تو میگردم کاشانه به کاشانه، بیواه نمیایی تا فتح کنی من رو، تا با کف اقیانوس هم ساعت کنی من رو. سخنگوی نیروی افتضاحی گفته که پلیس اشتیاقی برای ورود به حوزه حجاب نداره و ناکارآمدی برخی دستگاه‌های مربوطه این بار رو بر روی دوش دولت گذاشته. آخه چقدر دلم سوخت برای پلیس. اصلا راضی نیستن. بیمیلی و نارضایتی تو چهره تک تک مامورای پلیس، مخصوصا این لباس سوسکی‌ها کاملا مشخصه. اصلا معلومه که اینا از ته دلشون دوست ندارن ملت رو تو خیابون با باتون بزنن. فقط چون شهر بازی‌ها و باغ وحشا به مسئولیت خودشون عمل نمی‌کنن، وظیفه اجرای تفریح و کارهای هیجان انگیز افتاده رو دوش اینا. پلیس واقعا دلش نمیخواد با زور کسی رو تو ون گشت ارشاد بندازه ببره. فقط کمکاری سازمان‌های حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی و تاکسیرانی باعث شده وظیفه مسافر زدن بیفته رو دوش پلیس. پلیس اصلا دوست نداره، دلش نمیخواد از قاچاقچی‌های مواد مخدر رشوه بگیره و آزادشون کنه، بلکه کمکاری قوه قضاییه در این حوزه باعث شده که پلیس مجبور بشه مقداری از بار رشوه گرفتن‌ها رو بر دوش بگیره. با این تفاسیر الان دلتون به حال پلیس سوخت نه؟ سوخت؟ نسوخت؟ خب پس بریم یه ترانه گوش بدیم بلکه بسوزه. تنو ساخت تنو باختم، طفل دلو زیر پا انداختم، سوخت تنو ساخت تنو باختم، طفل دلو زیر پا انداختم. از هفته پیش همچنان بحث تجاوزها و جنایت‌های خاموش نقل ثابت محافل عمومی هست و همچنان کوچکترین واکنشی هم از آخوند و آخوندزاده و مسئول دولتی مشاهده نمیشه. البته چند تا از این جوجه عمامه‌های مجازی نیمچه واکنشی در کردن مثلا گفتن علت این وقایع بی‌حجابیه. کلن از دید آخوندا منطق اینو میگه که اگه یکی اومد خونه شما و دزدی کرد، مشکل آقا دزده نیست، مشکل شمایی که خونه داری و خونتو گذاشته کنار خیابون، آقا دزده رو تحریک کردی که بدزده. بر طبق همین منطق آخوندی اگه موقع رانندگی یهو یه چاله بزرگ اومد جلوتون و رفتین توش و چپ کردین و خدایی نکرده بیمارستانی شدین، مشکل خیابون نیست که چاله داره، مشکل شمایی که ماشین داری و ماشینتو میاری تو خیابون و چاله هم خب مجبورن که برن زیر لاستیکت دیگه. یا اینکه اگه بردنت بازداشتگاه و با شوکر و باتون کتکت زدن، مشکل از بازداشتگاه نیست، مشکل شمایی که موقع کتک خوردن دردت میگیره و شوکر و باتون رو تحریک میکنی. کلن این که در ایران زندگی سختی رو میگذرونی مشکل از حکومت آخوندی نیست که گند زده به مملکت، مشکل از شماست که تو این مملکت داری زندگی میکنی و آخوندم خب مجبور این بلاها رو سرت بیاره دیگه. آره دیگه. اگه بود بحران بیکاری، فقر رو نداری، تقصیر من
جنگ عرب و اسرائیل ببرای تامیرات تقصیر من بود. بحران هویت مرگ معنویت تقصیر من بود. چند وقت پیش توی یکی از برنامه‌های رادیو پیک درباره مؤسسه‌های درپیچی مالی و کلاهبرداری یک گپی با هم دیگه زدیم. همین مؤسسه‌هایی که با قول درصد سودهای بالا مردم رو فریب دادن و پولا رو از چنگ مردم در آوردن و خوردن و یه آب هویج بستنی هم روش. یکیش همین مؤسسه کاسپیانه که پول ملت رو که پس نمیده هیچ، مدیر عاملش هم راست تو چش مردم نگاه کرده و گفته فکر کنید پول شما توی کیفی بوده و موتور سواری دزدیدتش. نه به جان خودم، خدا وکیلی شوخی نیست، جدی همین حرفو زده. به سپرده‌گذارا گفته که حالا که پولتون رو نمیتونیم پس بدیم فکر کنین توی کیفی بوده یه موتور سوار زده و برده. حالا ما گفتیم ما ایرانی‌ها قوه تخیلمون بالاست، ولی دیگه نه در این حد که پولمون رو بخوابونیم تو حساب بانکی شما و بعدش فرض کنیم که موتور سوار دزدیده و برده. من از همینجا از مسئولین و مدیر عاملان و مراجع اعزام خواهش میکنم که اینقدر رو قوه تخیل ما حساب باز نکنین لطفاً. یهو فردا نیاین بگین که فرض کنین بشکه‌های نفت شما روی کشتی داشته میرفته، یهو دزدای دریایی اومدن بردن. یا اینکه فرض کنین ملک شما مصادره سازمان مستضعفین بوده، یهو سیل اومده آب خونتون رو برده. یا اینکه فرض کنین بچه‌تون رو به جرم اختلال در امنیت نظام دستگیر کردن بردن زندان، بعد لولو اومده زندانی‌ها رو با خودش برده. یا فرض کنین آب و برق مجانی شده ولی خب امام راحل قبضای مجانی شدنش رو با خودش برده. کلاً شما قوه تخیلاتتون رو بالا ببرین. فرض کنین شما تو ایران زندگی میکردین، یک گروهی حالا اسم نمیبرن اومدن مملکت رو چاپیدن و بردن. فرض کن آقا، فرض کردن که بلدی. آقا گرفتن. ها؟ چیو گرفتن؟ نگین چیو گرفتن، بگین کیو گرفتن. حسین فریدون برادر پاکدست شیخ حسن فریدونو ببین تو فارس پلاس هم دلواپسا چه جشنی گرفتن. جناب آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور الان که دارم باهاتون صحبت میکنم بازداشت شدن. بله، دست راست رئیس جمهور آخوندی رو گرفتن و فرستادن پیش رفیق رفقای سابق، دستاندرکاران حوزه اقتصاد کشور، نخبگان عرصه بشکه و کشتی، بابک زنجانی و محمد رضا رحیمی و حمید بقایی و پسر رفسنجانی و سردار مقدم و و بقیه برادرها. دیگه کم کم تیم ملی اختلاسگران مقیم زندان اوین داره تکمیل میشه ها. یه چند تا بازیکن دیگه هم جذب کنن، از فردا پس فردا تمرینات آمادگی برای شرکت در مسابقات جهانی اختلاس رو شروع میکنن. خبر خوبم اینه که طبق تصمیم فدراسیون سپاه اختلاسگرا بازی افتتاحیه با حضور پیشکسوتان عرصه اختلاس و دزدی، پهلوانانی مثل آیت الله خامنه‌ای و جنتی و رئیسی برگزار میشه. روابط عمومی تیم هم اعلام کرده که تعداد توپ جمع کن برای پشت دروازه هم میخوان استخدام کنن. شرط استخدام هم اینه که معاند و پناهنده و ضد انقلاب باشی، ولی مالکشی رو خوب بلد باشی. بری پشت دروازه گل به خودیا رو جمع کنی و روی اختلاسا ماله بکشی. علل خصوص اینایی که الان دارن روی دستگیری و جرم حسین فریدون ماله میکشن. جان چی شده؟ مریض بوده وثیقه گذاشتن آزادش کردن؟ بله، مثل اینکه این بازیکن فعلا مصدومه، تا ریکاوری بشه میشینه رو نیمکت ذخیره ها. این زندان که منم اسیرشم، جوانیم رفته الانم پیرشم. این زندان. خب برنامه رو با تاریخ دقیق شروع کردیم، اجازه بدید که پایان برنامه رو هم با همین تاریخ ببندیم. من راستشو بخواین خیلی دلم به حال نسل آینده و کتاب تاریخی که باید حفظ کنه میسوزه. توافق ژنو، توافق وین، توافق لوزان، تفاوت تعلیق و توافق و توقف، تفاوت فرجام و برجام و برشام و قطعنامه، تفاوت چرخش و نرمش و گردش، تفاوت بیسی و FATF و سویفت، تفاوت عراقچی و یراقچی و تخت روانچی و والا زمان ما یک کاپیتولاسیون داشتیم، هنوزم دقیق یادم نیست چی بود. بگذاریم، خیلی خوشحال شدیم. ما هم چه چیزایی به ذهنمون میزنه، چی کار داری به نسل آینده آخه. فکر سناریوی رادیو پیک بعدی باش. خب در پایان یک اثر تاریخی از استاد محمد شمس هست به نام نهنگ که شما رو به شنیدن اون دعوت میکنم. خدا حافظ همگی. درد فراوان که شد
زخم نمایان که شد حرف دوا رو زدم، خیلی درا رو زدم، هیچ جری رو وا نشد، ماهی دریای دل گم شد و پیدا نشد، گم شد و پیدا نشد. سر گذشت، حرف هوا رو زدم، خیلی درا رو زدم، هیچ دری رو وا نشد، ماهی دریای دل گم شد و پیدا نشد، گم شد و پیدا قد تن دوست نیست، حرف قبا رو زدم،